به قسمت دوم برنامه خیلی خیلی خوش اومدید. بریم ببینیم توی ادامه برنامه چه خبر. خب به بیمارستان رویال فری شهر لندن اومدیم یه صحبتی داشته باشیم با خانم دکتر کلر سلدن که همراه تیمی که داره مدیریت میکنه با استفاده از تکنولوژی خیلی خیلی بالا دارن سعی میکنن روی ترمیم جگر کار کنن. بریم با هم دیگه ببینیم از چه نوع تکنولوژی‌هایی استفاده میکنن و کلا چه نوع ایده‌هایی در سر دارن. We started developing this bioartificial liver machine back in 1993. اول از همه صحبتی با دکتر کلر سلدن داشتم که به همراه تیمش روی پروژه‌ای برای بهبودی بخشیدن به افراد با سرطان کبد کار میکرد. توی این پروژه اونا مشغول پرورش سلول‌هایی بودن که بتونن با استفاده از اونها عمر کبد رو افزایش بدن. یعنی یه جورایی کار کبد رو تا زمانی که کبد خودش رو ترمیم کنه انجام بدن. اونا باور داشتن که این پروژه میتونه سالانه جون 45,000 نفر که بیماری کبد دارن رو نجات بده. البته این آمار فقط برای کشورهای اروپایی و یونایتد کینگدومه. این پروژه از سال 1993 به کمک سازمان خیریه لیور گروپ شروع شد و هنوز هم ادامه داره. البته در حال حاضر هزینه این پروژه رو سازمانی به نام ویلکام تراست بر عهده گرفته که امیدواره تا 3 سال آینده این پروژه به نتیجه کامل برسه. دکتر سلدن میگفت که کبد بزرگترین ارگان بدنه و تنها ارگانیه که میتونه طی گذر زمان خودش رو ترمیم کنه. برخلاف قلب که فقط یه پمپه یا کلیه که فقط یه فیلتره، کبد کارایی‌های خیلی زیادی داره. به همین دلیل ساخت کبد مصنوعی یا پیوند اون کار خیلی سختیه. یکی از عجیب ترین چیزهایی که از دکتر سلدن شنیدم این بود که معمولا جوانهای بین 20 تا 40 سال درگیر بیماری نارسایی حادثه‌ای کبد میشن که هیچ گونه علامه به خصوصی هم نداره. اون همینطور راجع به بیماری کبد مزمن برام گفت که بیشتر افراد مسن رو دامنگیر میشه که معمولا هم مشروب و سیگار باعثش میشه. حالا جالبی قضیه این بود که پروژه بایولیور میتونست در هر دوی این شرایط به بیمار کمک کنه. حالا نوبت این بود که ببینم بایولیور چطور درست میشه. اولین آزمایشگاه جایی بود که سلول‌های کبد رو اونجا پرورش میدادن که کل اون اتاق استریلیزه شده بود و حتی محقق‌هایی که داشتن اونجا کار میکردن دستشون رو باید از زیر شیشه مخصوصی داخل میبردن تا کارشون رو انجام بدن. تازه هر وقتم که دستشون رو از زیر شیشه در میآوردن باید دوباره اون رو استریلیزه میکردن. اونا سلول‌های درست شده رو هم با ماده به خصوصی استریلیزه و تمیز می‌کردن و بعد از این کار دوباره اونها رو چک می‌کردن که ببینن کدومشون هنوز قابل استفاده است. فشار هوای اون اتاق یا در کل تمام اتاق‌هایی که این پروژه داشت توشون صورت می‌گرفت جوری تنظیم شده بود که هیچ ذره‌ای از بیرون وارد اتاق نمیتونست بشه و حتی ذرات از اتاق هم خارج می‌شدن. اونا سلول‌ها رو توی حجم خیلی بالا و با تنظیم شرایط مناسب پرورش میدادن و به اونها ماده به خصوصی اضافه میکردن که بدون آسیب رسوندن بهشون بتونه اونها رو از روی سطح پلاستیکی جدا کنه. یکی از جالب‌ترین چیزای اینجا اینه که همه چی باید قشنگ دقیق باشه. مثلا زمانی که دارن چیزهای مختلف رو درست میکنن، اندازه چیزایی که دارن استفاده میکنن. مثلا به عنوان مثال نگاه کنید، این یکی از چیزای ساده‌ای که ازش استفاده میکنن که مطمئن بشن موادی که دارن استفاده میکنن قشنگ لول، قشنگ سطحش درسته، حالت شاغول مانند داره که خیلی مسکی به کارشون کمک میکنه. یا از طرف دیگه مثلا خود موادی که درست میکنن باید زمانش خیلی مثلا دقیق و حساب شده باشه. مثلا نمیتونن این ماده رو درست کنن بعد برن 2 ساعت ولش کنن 2 ساعت دیگه ازش استفاده کنن توی عمل به خصوصی، چون که ممکنه توی این 2 ساعت مادهشون یا مثلا از بین بره یا اون سلول‌ها توش کشته بشن یا هر چیز دیگه. برای همین همه چی باید قشنگ درست زمان‌بندی کنن از قبل. بعد از اون سلول‌ها رو توی لوله‌های آزمایشی می‌ریزن و برای اینکه به رشدشون کمک کنن با ماده خاصی به نام کلچر میدیوم اونها رو قاطی می‌کنن. در عین حال توی یک آزمایشگاه دیگه یکی از اعضای تیم مشغول درست کردن ماده به خصوصی بود که باید در مرحله بعدی با سلول‌ها مخلوط می‌شد. این ماده که توی دستگاه به خصوص همزن ریخته شده بود از یه نوع جلبرگ دریایی درست شده بود و تقریباً ژل مانند بود. این ماده باید حدود 40 دقیقه توی این دستگاه با سرعت خیلی بالا یعنی چندین هزار بار در ثانیه هم می‌خورد و مرتباً بهش سر می‌زدن و درجه رو کم و زیاد می‌کردن.
خب ماده‌ای که داشتن راجبش برامون توضیح میدن تقریبا حاضر شده، با هم دیگه مخلوط شده، ولی خب به صورت مایع است. میگم باید 3-4 ساعتی بشینه تا حالت ژل مانند بگیره، ولی خب الان دیگه مخلوط کردنش کامل شده. 4 لیتر هم ازش درست کردن، هرچند که به من گفتن کل 4 لیتر رو امروز احتیاج ندارن، ولی خب هر دفعه میخوان اینو درست کنن باید ازش 4 لیتر درست کنن، چون که اون میزان مواد لازمی که احتیاج دارن به اون میزان باید 4 لیتر باشه که درست از آب در بیاد، اینجوری که من گفتن. بریم ببینیم مرحله بعدی چیه. بعد از اینکه ماده آماده شد، برای اندازه‌گیری اون رو توی دستگاهی به اسم ویسکومیتر می‌ریزن که درجه دمای این ماده رو تنظیم می‌کرد و بعد اون رو با سلول‌های کبد مخلوط می‌کردن و بعد از اون برای اینکه سلول‌ها به هم نچسبن و از هم دیگه جدا بمونن، اونها رو به ذرات خیلی کوچکی به اسم بید تبدیل می‌کردن. اتفاقی که اینجا داره میفته، اومدن اون پروسه کارشون دارن یه جورایی کنترل میکنن ببینن چطور داره پیش میره. زیر میکروسکوپ میارن کاراشونو و این دایره هایی که روی صفحه میبینید هر کدومشون یه دونه بیده که توی این بیدا پر از سلولای مختلفه، سلولای قرمز و سفید. و اتفاقی که میفته اومدن یه ماده‌ای به این اضافه کردن که این ماده باعث میشه که سلولایی که زنده هستن و فعال هستن یه جورایی به رنگ سبز شبنما در بیان، میفهمن که آیا سلولا فعالن، زندن یا نه. از سلولایی که مردن به رنگ قرمز تبدیل میشن و خیلی راحت از این طریق میتونن ببینن که طی 4 روز، 5 روز، 1 هفته، 2 هفته چقدر این سلولا تونستن زیاد و زیادتر بشن و چقدر میتونن خوب کار کنن. همینجوری که می‌بینید لباسای دکتری تن من کردن. به من گفتن که هیچ نوع باکتری نمیتونه وارد این اتاق بشه. من نمیدونم چه فکری راجع به من کردن، ولی خب من فرستادن دوش بگیرم، بعدم اینا رو پوشیدم. البته این کریس فیلمبردارمون هم همین کارا رو باید انجام میداد و همه افرادی که وارد این اتاق میشن، چون که خیلی مثلا باید حواستون باشه هیچ نوع باکتری وارد این اتاق نشه. برای اینکه اون سلول ها رو به بیدهای کوچیک تبدیل کنن، از دستگاه برش به خصوص استفاده می‌کردن که یک سر اون به دستگاه تنظیم فشار متصل بود که مایع سلول رو با فشار لازم به دستگاه اصلی میفرستاد. بالای دستگاه برش یک تیغه به خصوص وجود داشت که سلول ها رو به اندازه مناسب ببره. تیغ‌هایی که روی دستگاه برش وجود داشت با فاصله‌های خیلی دقیق و مناسب اندازه‌گیری شده بود که دکتر سالدن میگفت برای اینکه متوجه اندازه فاصله بین این تیغ‌ها بشن، آزمایش‌های خیلی زیادی رو پشت سر گذاشتن. دیدن اندازه این بیت‌های کوچولو خیلی سخت بود و به همین دلیل از نورافکن‌هایی که دائم در حال فلش زدن بودن استفاده می‌شد تا دیدن اونها راحت‌تر بشه. We put into the hood, we'll take all of that out. And then connect it up through this fermenter. دکتر سالدن بعد از اون به من دستگاهی رو نشون داد که سلول‌های آماده شده رو توی اونجا می‌ریختن که بتونن اونها رو به درجه pH مورد نظر برسونن و برای این کار از گازهایی مثل دی اکسید کربن، نیتروژن و اکسیژن استفاده می‌کردن. این دستگاه میتونست 17 لیتر از ماده آماده شده رو ذخیره کنه. بعد از اینکه تمام این مراحل پشت سر گذاشته شد، مواد به دست اومده رو توی همچین ظرف‌های یه بار مصرفی می‌ریختن که این ظرف‌ها رو به دستگاه اصلی به نام پلازمافرزیس که سلول‌ها رو به بدن بیمار منتقل می‌کنه وصل می‌کنن. این دستگاه در درجه اول خون بیمار رو از دست چپ به داخل خودش می‌کشه و اون رو به طرف دست راست برمیگردونه و این کار رو متداوم انجام میده. اما طی انجام این کار سلول‌های قرمز خون و پلازما رو شناسایی میکنه و سلول‌های کبدی رو که ساختن به پلازمای خون اضافه میکنه. کل مراحل کار این دستگاه نهایی حدود 8 ساعت طول میکشه و بعد از اون بیمار مبتلا به مرض کبد میتونه بدون استفاده از هیچ دارویی سلامتی خودش رو مجدداً به دست بیاره.